الله الرحمن الرحیم. باعث افتخار و سعادتمندی شخصا من و همکاران من از مجلس شورای عربستان سعودی بود که امروز با جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات داشتم و ملاقاتی که امروز ما با جناب عالی دایر کردیم در فضای حسن تفاهم و دوستی و همدیگر فهمی برقرار گردید و البته این تجسمگری روابط برادرانه و نیکی رهبریت عالی کشورهایمان خادم حرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و همچنین تجسمگری رابطه های برادرانه نیک بین دو مردم کشور باشد. در رفت ملاقات ما با جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به نتیجه های ملاقات و مذاکراتمان با رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان معلومات دادیم. با جناب عالی را ما در جریان گذاشتیم که امروز پارلمانت های دو کشور جهت عملی ساختن توافقات بین رهبریت دو کشور به عمل آمده و همچنین در رابطه با اجرای سازشنامه های دو جانبه که بین دو حکومت به تصویب رسیدند و امضا رسیدند تلاش می‌ورزند، اقدام های ضروری را می‌بردارند و نمایندگان پارلمانت های دو کشور هر شخص از روی اختصاص خود تلاش می‌ورزد که آن موافقه ها و سازشنامه هایی که بین دو کشور به امضا رسیدند به تدریج عملی گردند. ما درباره جناب عالی بسیار شنیدیم، همچون یک شخصیتی که جمهوری تاجیکستان را و مخصوصا این شهر را پایتخت جمهوری تاجیکستان را بسیار آباد کردند، از بسیار مشکلات، از جنگ شهروندی، از خطر نیستشوی این کشور را نجات دادند با تشبس ها و با صبر خود، با تلاش های پیگیرانه خود و امروز ما سرفراز گشتیم که با چنین یک شخصیت تاریخی امروز ملاقات داشته باشیم و من باوری کامل دارم که مناسبت های نیک بین دو کشور در آینده رشد خواهد یافت و این مناسبت های نیک بین دو کشور نه تنها به منفعت دو مردم و دو کشور است بلکه به نفع تمام دیگر کشورها نیز روانه شده است. برای آنکه هدف از این مناسبت ها هدف های نیک است، عملی نمودن صلح و استقرار در تمام جهان است، نه آنکه ما برای ویرانسازی یا که برای جنگ ما کوشش نمیکنیم، بلکه کوشش های ما برای آبادی، برای صلح و ثبات و استقرار روانه شدند. تأثیرات من بسیار تأثیرات نیک و عالی است و تأثیرات من از تشریف است به تاجیکستان در دو قسمت است. قسمت اول دایر به خود مردم تاجیک، البته ما درباره مردم تاجیک بسیار خواندم و شنیدم، همچون مردم مهمان نواز، مردم خاکسار و آن چیزی که امروز من دیدم در حقیقت با آن چیزی که می‌خواندم و می‌شنیدم موافق است. ما جناب عالی را همچون یک شخص تاریخی دریافتیم، شخصیتی بسیار عالی و مؤثر و همچنین معلومات گرفتیم که جناب عالی فعالیت سیاسی خود را از پارلمانت آغاز نمودند و در یک مدت در مدت 2 سال نیز راهبری پارلمانت جمهوری تاجیکستان را نیز به عهده داشتند. از همین خاطر دایر به فعالیت پارلمانتی همچنین مسئله های مبرم مردم منطقه آگاه هستند و برای حل آنها کوشش کردند و کوشش میکنند و برای شما برای این ملاقات نیک و حسنه اظهار سپاس میکنم. تشکر.